با سلام خدمت دوستان پراید سوار عزیز. میخواستم یه نکته دیگر رو باتون به اشتراک بذارم، اونم اینه وقتی از جلو بندی ماشینتون صدای مثل خراب شدن کمک میاد، زودی نرید و کمک رو عوض کنید. اول چک کنید ببینید که صدا از کجا میاد و دلیلش چی هست. چون این گردگیرها رو ببینید، این گردگیرها که مربوط به فرمون ماشین هست بعضی وقتا خراب میشه، میره لابلای این بلبرنگا و صدایی مثل خراب شدن کمک میده که همین موضوع باعث شد که تقریبا 1,000,000 تومان از جیب من خارج بشه، با اینکه این قرقری فرمون سالم بود. استا عوض کرد، آخر فهمیدیم که اشکالش از گردگیر ماشین بوده. اون گردگیر له شده بود زیر بلبرنگ فرمون و صدا میداد. خواستم با شما به اشتراک بذارم که پول بی خودی خرج نکنید، اول گردگیرها رو چک کنید بعد چیزای دیگر رو. ممنونم از نگاه زیباتون. خداحافظ.